سلام برابکس ثروتجو، اومدیم با یک ویدیو دیگه از دوره تحلیلگری در بازارهای مالی و امروز اومدیم که بهتون بگیم فیبوناچی چیه. قبل از اینکه بریم شروع کنیم لایک و سابسکرایب یادت نره. تو کامنت هم هر سوالی داشتی میتونی ازم بپرسی و من میام جوابت رو میدم. آقای فیبوناچی چیه و میتونه چه تأثیری روی بازارهای مالی داشته باشه؟ فیبوناچی نه تنها بر تحلیل شما بر بازارهای مالی بلکه بر تمام طبیعت، تمام زندگی نقش داره. در تمام اینها فیبوناچی برای ما تاثیرگذار هستش. اصلا چی هستش فیبوناچی؟ بیایم بگیم که فیبوناچی چی و از کجا اومده. ببینید، فیبوناچی دنباله اعداد ادامه داریه که این شخص یعنی لئوناردو فیبوناچی اومده کشفش کرده. اعداد فیبوناچی با 0 و 1 شروع میشه و تو اون بجز دو عدد اول 0 و 1 عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به دست میاد. حالا یعنی چی؟ بیاید بریم تا بهتون بگم. این اعداد رو اینجا میبینید از 0 شروع شده دیگه، درسته؟ از 0 شروع شده 1 1 2 3 5 8 13 21 34. خب این اعداد فیبوناچی هستن. خب به چه صورت؟ به این صورت که این 0 و 1 که گفتیم هیچی، به جز 0 و 1 اعداد بعدی از دو عدد قبلی به دست میان. یعنی که ما میتونیم آینده رو حدس بزنیم با فیبوناچی. به چه صورت میتونیم حدس بزنیم آینده رو با فیبوناچی؟ به این صورت که مثلا این 0 و 1 گفتیم هیچی، کار نداریم، اصلا به جز این 0 و 1 به این شکل بوده، به جز این 0 و 1 رو کار داریم، از اینجا به بعد رو کار داریم. ببینید 1 و 1، اینو بذارید حالت موسش کنم که راحت تر باشه. ببینید 1 و 1 جمعشون میشه چی؟ میشه 2. حالا 1 و 2 جمعشون میشه چی؟ میشه 3. حالا 3 و 2 جمعش میشه 5. 5 و 3 جمعش میشه 8. 8 و 5 جمعش میشه 13. 13 و 8 جمعش میشه 21. 21 هم با 13 جمع بشه میشه 34. این به ما چی رو میرسونه؟ این به ما این رو میرسونه. میخوام ببین ساده سازی برات بکنم و خیلی اینجوری توضیح نمیدن. این به ما چی میگه؟ حالا این به ما میگه که شما حال رو داری، مثلا 2، فکر کنید 2 زمان حاله. شما حال رو داری و می به گذشته نگاه میکنی و آینده رو تحلیل میکنی، پیش بینی میکنی. یعنی 2 که زمان حال باشه، 2 که حال باشه، با گذشته میری جمعش میکنی، ترکیبش میکنی و بعد آینده رو به دست میاری. میبینی فیبوناچی این شکلی به ما کمک میکنه. تو بازارهای مالی هم ما همین کار میکنیم دیگه. تو بازارهای مالی هم ما میایم حال رو نگاه میکنیم، گذشته رو نگاه میکنیم و طبق اون میایم آینده رو پیش بینی میکنیم. میبینی؟ پس اینه ربطش به بازارهای مالی و معامله گری. حالا قبل از اینکه بریم رو چارت بهتون بگم چه جوری میتونید ازش استفاده بکنید، بریم یه سری چند تا مثال بزنیم، بگیم که این که میگیم توی کل طبیعت، تو کل دنیا وجود داره، این یعنی چی؟ چه جوری وجود داره؟ بریم. این اعداد اینجا میبینید این عکس رو. این اعداد اومدن، بذارید بازش بکنم. این اعداد همون اعدادی هستن که ما اومدیم اینجا بهتون گفتیم. این اعداد وقتی کنار هم دیگه به صورت مربعی قرار میگیرن، هم مربع‌های بعدی خودشون رو تشکیل میدن. یعنی 1 و 2 مربع 3 رو تشکیل میده، 2 و 3 مربع 5 رو تشکیل میده، بعد مربع 8 تشکیل میشه، بعد مربع 13 تشکیل میشه، بعد مربع 21 تشکیل میشه و ارتباط بین این دوتا برای ما چی رو تشکیل داده؟ یه حالت مارپیچ رو تشکیل داده که ما به این حالت مارپیچ میگیم گلدن ریشیو و این گلدن ریشیو هستش که توی همه جای طبیعت وجود داره. بریم ببینیم گلدن ریشیو چی هستش. ببینید اینجا ما گلدن ریشیو رو سرچ کردیم، بریم توی تصاویر و ببینیم که کجاها برای ما وجود داره. میبینید اینجا رو میبینید روی چی برای ما تاثیر گذاره؟ روی گل، روی کهکشان. اینجا روی نقاشی مونالیزا، ببینید نقاشی مونالیزا گلدن ریشیو روش تاثیرگذار بوده. روی شرکت اپل، برند شرکت اپل،
رو این تاثیرگذار، روی صدف تاثیرگذار، روی آب و هوا تاثیرگذار، روی عکس ها عکاسی تاثیرگذار، رو همه چیز تاثیرگذاره، روی پروانه تاثیرگذاره. میبینید گلدن ریشیو میبینید همه جا وجود داره. رو بدن انسان، آناتومی بدن انسان از این تشکیل شده. اگر یک انسانی مثلا خدایی نکرده ناقص مثلا به دنیا میاد یا یه شکل عجیبی داره، به خاطر اینه که فیبوناچی در اون انسان رعایت نشده. ببینید چقدر زیباست، ببینید خیلی زیباست، فیبوناچی خیلی زیباست، به شدت زیباست. اگر میبینید مثلا صورت یک انسان یه خورده بد شکله، به خاطر اینکه فیبوناچی توی اون صورت رعایت نشده. پزشکای جراحی میان از فیبوناچی استفاده میکنن برای اینکه بتونن یک صورت زیبا بسازن. یعنی باید اون صورت زیبا رو طبق فیبوناچی جراحی بکنن تا به اون مورد دلخواه برسن. میبینید توی صورت، توی چه میدونم طبیعت، توی آب و هوا، توی درخت‌ها، توی برگ گیاهان، روی اثر انگشت انسان، رو همه جا این فیبوناچی تأثیر خودش رو داره. روی هر چیزی نکنید، حتی یک انسان وقتی قوز میکنه و پشت لپتاپ خودش میشینه، اومدن گلدن ریشیو رو بهش ربط دادن. پس دیگه ببینید تا چه حد توی زندگی ما میتونه مؤثر باشه این فیبوناچی. خب شما دیگه الان فهمیدید دیگه همه چیز مربوطه به فیبوناچی. فیبوناچی رو همه چیز تاثیر میذاره، حتی رو مغز انسان. میبینید رو همه چیز، رو گلبرگ های گل ها تاثیر میذاره، رو همه چیز تاثیر میذاره. همه چیز به صورت الگویی تشکیل شده برای ما. این الگوی فیبوناچی هستش که گلدن ریشیو رو برای ما تشکیل میده. حالا بریم رو بازارهای مالی ببینیم که تو بازارهای مالی چه کمکی میتونه ما بکنه، ما چجوری میتونیم از این فیبوناچی پول در بیاریم. برو بریم. شما وقتی تریدینگ ویوتون رو باز میکنید، میرید روی این ابزار کلیک میکنید، روی این فلشش کلیک میکنید و اینجا میبینید که کلا این مجموعه متعلق به فیبوناچی هستش. حالا اولین فیبوناچی یعنی فیبوناچی ریتریسمنت رو انتخاب میکنید. فیبوناچی ریتریسمنت رو که انتخاب کردید، میایید یک لگ رو پیدا میکنید برای خودتون. لگ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه همچین چیزی. ما تو ویدیوهای قبلی فهمیدیم دیگه که به اینا میگیم لگ، یعنی به این صورت، به اینها، به هر کدوم از اینها میگیم لگ. خب حالا ما مثلا میایم اولا که باید روند رو تشخیص بدید برای خودتون. مثلا تا اینجاها روند سعودی بوده دیگه، ما میایم این لگ رو پیدا میکنیم و روی این لگ فیبوناچی ریتریسمنت خودمون رو رسم میکنیم. میایم روی این کف لگمون یه کلیک میکنیم و این رو تا سقف لگ خودمون امتدادش میدیم و بعد این رو میکشیم میاریمش به جلو. حواستون باشه که روی اینجا این قرار بگیره، این منور نشه و خب میکشیمش تا همینجا جلو دیگه. تا همینجا میکشیمش جلو و این فیبوناچی رو شما میتونید بیاد اینجا و خب این مثلا رنگ هاشو کم رنگ کنید یا اصلا حذف کنید. ما حالا یه خورده رنگ بهش میدیم که برای شما آشنا باشه. اولین بار میبینید این سری عدد برای ما مشخص بکنه و این عددها بسیار بسیار برای ما مهم هستن، مخصوصا این 3 تا عدد. یعنی حالت طبیعی که شما فیبوناچی رو میتونید استفاده بکنید، این 3 تا عدد فیبوناچی برای شما بسیار حائز اهمیته. به چه صورت میتونید از این استفاده بکنید، از این اعداد؟ ببینید وقتی که این لگ رو شما اومدید تشخیص دادید، یعنی که مثلا این لگ از اینجا شروع شده، بعد رفته تا این بالا و بعد شروع به اصلاح کرده، شما این لگ رو رسم میکنید و خب فرض کنید که فرض کنید که از اینجا به بعد رو نداریم. آقا شما اینجا لگ رو رسم کردی و از اینجا به بعد رو نداریم، تا اینجای ماجرا هستیم. میاد جلوتر میبینید که بله برخورد به اولین نقطه، یعنی نقطه 0.382 یا 0.38 خودمون، به این نقطه که برخورد میکنه یک واکنش به ما نشون میده، ولی برمیگرده دوباره رو همین نقطه نیم برای ما واکنش نشون میده، ولی دوباره میریزه، این رو رد میکنه نزدیک به نقطه 78 برای ما واکنش میده و دوباره میره و میاد روی عدد 61 برای ما گیر میکنه. یه نکته طلایی هم بهتون بگم که این این عدد 0.618 بر ما خیلی حائز اهمیته و خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه و میبینید چه واکنش ها و چه گرهی نسبت به این خط ما داشتیم. نسبت به این خط میتونیم خیلی واکنش کنید. نسبت به این خط چه واکنش هایی داشتیم، چقدر تونسته مهم باشه. یه خط خوشگل حمایت مقاومتی برای ما تشکیل داده. به چه شکل؟ به این شکل مثلا آقا ما اینجا رو میایم به این شکل یک محدوده براش رسم میکنیم و خب حالا
میریم جلو، میریم حتی جلوتر. ببینید چقدر میتونه کمکتون کنه. فیبوناچی به تنهایی به شما سیگنال نخواهد داد، در آینده خیلی میتونیم روش مانور بدیم، یعنی خیلی مانور میدیم، خیلی استراتژی‌ها بر اساسش میتونیم شکل بدیم، تو استراتژی‌های خودمون میتونیم بیاریمش، پیاده سازی بکنیم و ازش استفاده بکنیم، ولی به تنهایی بهتون سیگنال نمیده. یعنی شما باید چیزهای دیگر رو بلد باشید تا بتونید ازش استفاده بکنید. و میبینید که همینجا که هستیم، همینجایی که این لگ هنوز تموم نشده، بر ما اومده تا اینجا یک ناحیه حمایتی بوده و بعد دیگه شیکونتش تبدیل شده به یک ناحیه مقاومتی و ما تو تایم فریم 1 ساعت هم هستیم. تایم فریمش هم معمولا فرقی نداره. یک سری میاد مثلا تو تایم فریم های پایین جواب نمیده به ما، تو تایم فریم های مثلا 15 دقیقه 5 دقیقه جواب نمیده. چرا تو تایم فریم 15 دقیقه 5 دقیقه هم جواب میده؟ چیزی که تو کل دنیا جواب میده، پس دیگه تایم فریم براش دیگه یک شوخی مسخره است که شما بگید رو تایم فریم های پایین جواب نمیده. این اصلا این چرت و پرت این حرفا رو بریزید دور. اگر جایی شنیدید که میگن رو تایم فریم های پایین کار نمیکنه یا تحلیل کردن، درسته تحلیل کردن در تایم فریم های بالا راحت تره، ولی خب دیگه راحتی رو دیگه همه میتونن. شما بتونی کار سخت رو انجام بدی تا به پول های سریع و خوب برسی. میبینی یه همچی کارهایی باید انجام بدی. بریم سراغ دوباره فیبوناچیمون و رو جاهای دیگه هم تستش بکنیم. این هم حذفش بکنیم و این لگ اینجا شروع کرده به ریزش دیگه، درسته؟ اینجا شروع کرده دیگه ریزش. این دیگه این نویزه، اینا ریزش اصلی به این میگن، اینا نویزه. میایم کف لگمون رو وصل میکنیم به سقف لگمون و این رو یه خورده بریم امتدادش بدیم تا ببینیم که به چه صورت هستش. اینجا چه اتفاقی افتاده بعد از این برگشت؟ اومده به فیب 382 واکنششون داره رو رفته تا بالا. خب یعنی ببینید اینجا اومده شیکوندتش این فیب 23 رو، بعد اومده دوباره یک برگشتی بهش زده، یک اصلاحی به فیب 236 زده و بعد ریخته تا کجا؟ تا فیب 38. حالا 38 و 382 فرق نمیکنه، همش جفتشو میگن. و دوباره اومده اینجا رو شیکونده ولی اینجا نتونسته و برگشته تا کجا؟ برگشته تا نیم برگشته و شروع کرده رفته بالا. تا کجا دوباره؟ تا 382. دوباره اومده پایین رفته بالا تا 382، نتونسته 382 رو تثبیت کنه بره بالا، دوباره شیکوندتش و این دفعه تا کجا اومده؟ تا 68 و دوباره بین 68 بازی کرده. میبینید بین 68 و نیم. میبینید این سه تا عدد بر ما خیلی مهمن. میبینید که از جایی که دیگه افتاده رو دور این سه تا عدد، ببینید به چه شکلی رنجی زده، به چه شکلی نوسانی شده بازار. نگاه کنید این سه تا عدد رو میبینید. بیاید یه سری محدوده براش مشخص بکنیم. این یه محدوده، میخوایم محدوداشو مشخص بکنیم. برای نیم هم میخوایم محدوده مشخص بکنیم تا اینجا میشه محدودش، و محدوده‌ای که برای 68 هم میخوایم رسم کنیم میشه این محدوده. حالا حتی بریم جلوتر ببینیم که چه واکنشایی داشتیم به این محدوده. ببینید چند دفعه اومده سعی کرده که این محدوده رو بشکونه، نتونسته. این 61 رو اومده بشکونه، نتونسته. و در آخر وقتی که شیکوندتش نکنید، اینجاها با شادو هی میومده بشکونه این ناحیه رو. میبینید اینجا با شادو هی میومده این ناحیه رو بشکونه، نمیتونسته. با شادو میزده بهش میرفته بالا، با شادو میزده بهش، اینجا نمیتونسته بشکونتش، دوباره میرفته بالا تا جایی که اینو اومده شیکوندتش با یک کندل پرقدرت. وقتی با یک کندل پرقدرت اینو شیکونده، یک اصلاح، یک برگشت یا اصطلاحاً یک پول بک به این سطح وقتی میزنه، شروع میکنه به ریزش، شروع میکنه میریزه. میبینید چقدر با همتون ریزش رو نها کن شما. یعنی همین ریزش بیت کوین رو شما میتونستی با همین بگیریش. یعنی چی؟ یعنی شما همین ریزش بیت کوین رو میتونستی شما بگیری با فیبوناچی، با عدد مهم فیبوناچی، با فیب 0.61. این ریزش بیت کوین چقدر بوده؟ شما اصلا این معامله رو می‌خواستید بگیرید، چجوری میتونستید بگیرید؟ به این شکل که آقا این اومده شیکونده با کندل پرقدرت، بهش یک برگشتی زده، یک اصلاحی ما داشتیم اینجا و اینجا میتونستید معاملتون رو باز بکنید و حسابتون رو میتونستید یا اینجا بذارید یا بذارید این بالای این حالت سقف قبلی و بعد بشینید برید تا جایی که دیگه بهتون سود داره دیگه. میبینید یه معامله شورت شما رو این باز میکردی، ریسک به ریواردتون ها کن 45. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا اگر
$20 این بالا ریسک میکردی 45 برابر اون $20 میومد تو جیبت. یعنی استابلاست اگر $20 بود، تیک پرافیتت 45 برابرش بود. بذارید یه حساب بکنم ببینم. دقت کنید اینجا رو، ما گفتیم $20 دیگه، اینجا میایم حساب کنیم 20 رو ضرب در 45 میکنیم، تازه 45 ممیز 47 مساوی چقدر میشه؟ مساوی $909 میشه. یعنی ببین دیگه چقدر میتونه اوکی باشه برات. $20 ریسکت بوده، یعنی اگه ضرر میکردی $20 ضرر میکردی، ولی وقتی سود کردی $909 سود کردی. ببین دیگه چقدر خفنه دیگه. از خفن بودنش چقدر بهت بگم دیگه. نمیدونم چقدر از این خاصیت این بگم به شما که راضی بشید به این موضوع. فیبوناچی به این شکل میتونه شما رو کمک بکنه و یه سری که خیلی مشکل دارن تو سوسه حمایت مقاومت رسم کردن میتونن بیان با فیبوناچی هم همچین کاری انجام بدن. حالا خیلی نکات بیشتری راجع به فیبوناچی بهتون میگم، خیلی نکات بیشتری رو یاد میدم. حتما دنبال بکنید ویدیوها رو که تو پرایس اکشن مخصوصا بچه‌ها که پرایس اکشن کار میکنن میدونن که فیبوناچی چقدر میتونه براشون تاثیرگذار باشه. و هر کیم که داره میاد میگه فلان چیز به درد نمیخوره توی بازارهای مالی، مثلا میگه که چه میدونم پرایس اکشن به درد نمیخوره، یا مثلا سبک فلانی به درد نمیخوره، یا اینجوری به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، فیبوناچی به درد نمیخوره، بخوام چیکار فیبوناچی بزنم، یا این به درد. ببینید مهم اینه که شما بتونید سود بگیرید ازش. مهم اینه که شما بتونید سود بگیرید ازش با تکنیکایی که میتونید روش پیاده بکنید، پلنایی که بچینید روش، بتونید ازش سود بگیرید. با روان خودتون سازگار باشه اون استراتژی که بر خودتون چیدید، اون ابزاری که باش کار میکنید، اون مهارتی که دارید. وگرنه اینا مهم نیست. یعنی هر کی اومد گفت این به درد نمیخوره اون به درد نمیخوره، واقعا بریزید دور حرفشو. من مثلا خودم امواج الیوت اصلا نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. یه سبک تحلیل داریم اسم امواج الیوت، من با امواج الیوت نمیتونم اصلا ارتباط بگیرم. من اصل کارم پرایس اکشن. حتی با همین تحلیل تکنیکال کلاسیک من قدیما کار میکردم، الان اصلا تحلیل تکنیکال کلاسیک کار نمیکنم. یک سری تیپس ها، یک سری نکات توش هست که من برمیدارم میبرم با پرایس اکشن ترکیب میکنن و ازش استفاده میکنن. وگرنه تحلیل تکنیکال کلاسیک نقاشیه، شما نقاشی میکنی رو چارت و طبقش معامله باز میکنی. ولی پرایس اکشن رفتار شناسی بازاره. نمیگم الان پرایس اکشن بهتره، نمیگم شما برو اونو حتما کار کن اینو کار نکنین. اخه اینو اگه شما میتونی باش ارتباط بگیری با همین ادامه بده، با همین کار کن. کلاسیکه، اولین نوع تحلیلی که برای شما وجود داره تو دنیا همینه. و بعد میتونید برید پیشرفته تراشو. پیشرفته ترم که میگم همشون میخوان یک حرف رو به ما بزنن. کلن انواع سبک های تحلیلی، حتی همون امواج الیوت که من مثلا به خودی خود قبولش ندارم ولی خیلی با همون هم دارن سود میکنن و همین درسته. همشون میخوان یه چیز به ما بگن، همشون میخوان به ما بگن چجوری میتونیم از این تو پول در بیاریم. پس این مهمه. شما مهم اینه که مدیریت سرمایه رو رعایت کنین که راجبش ویدیو خواهیم ساخت به صورت کاملا جامع راجع به مدیریت سرمایه و کلی تیپس هم بهتون میگم تو مدیریت سرمایه. شما باید این رو رعایت بکنید، نه اینکه بگید استراتژیم سبکم چیه. شما مدیریت سرمایه رو رعایت بکنید دیگه تموم حله، هیچ اتفاق دیگه نیازی نیست بیفته. پرایس اکشن دوست داری کار کنی، پرایس اکشن کار کن. کلاسیک کار کن. من خیلی یارو میشناسم که هنوزه با کلاسیک فقط کار میکنن. من خیلی یارو میشناسم که فقط با کلاسیک کار میکنن. کلاسیک یعنی همین دیگه. کلاسیک همین چیزی که من دارم به شما یادش میدم تو همین دوره تحلیلگری در بازارهای مالی. در اصل اسم این دوره باید دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک می بود، ولی خب دیدم اینجوری قشنگتره که تحلیلگری در بازار مالی. چون شما قدم اولی که باید وردارید برای اینکه تحلیلگر بشید در بازار مالی تحلیل تکنیکال کلاسیکه. یعنی شما اگه اینو بلد باشید یاد گرفتن بقیه‌شون هم براتون راحت میشه، یا اینو بلد باشید میتونید بیارید ترکیب کنید با مثلا پرایس اکشن و ارتباط این دوتا رو با هم دیگه تشخیص بدید و با اون معامله بکنید. اینه که قشنگه و شما باید اینو بلد باشید و بعد برید سراغ اون. یک راست نرید سراغ پرایس اکشن. اینو اول یاد بگیرید، نقاشی کردن روی چارت رو یاد بگیرید و بعد برید رفتار شناسی کندل و بحث عرضه و تقاضا که خیلی مهمه، بعدم برید اینا رو یاد بگیرید. یه صحبت دیلی هم بود که دیگه آخر ویدیو اومدم باهاتون داشته باشم که واقعا لازم بود. یعنی خیلی ها دیدم که درگیر این سبکن، درگیر اون سبک، تعصب دارن رو سبکشون. ببینید ترید کردن مثل حرف زدن میمونه. خب بخوام تشبیهش کنم میشه حرف زدن. ببینید مثلا فرض کنید که ما ایرانی هستیم و با یه عده
آلمانی هستن تو یه جا جمع میشیم و ما داریم با هم صحبت میکنیم، اونها هم دارن با هم صحبت میکنن. مقصود حرف زدنه. حالا این که به چه زبونی واقعا مهم نیست، فقط مهم اینه که بتونید با هم حرف بزنیم، بتونیم، فقط این مهمه که بتونیم معامله کنیم. مهم نیست زبانمون چیه، مهم نیست سبکمون چیه، مهم اینه که بتونیم معامله کنیم و سودده باشیم، به اون مقصود برسیم، به اون مقصده برسیم. مهم اینه دوستان، پس جدی نگیرید این چیزا رو. ببخشید که سرتون رو درد آوردم، ولی این چیزا لازم بود که بهتون بگم که همین رو پیش بگیرید، ببرید جلو. فکر نکنید به این چیزا، به این شر و ورا که تعصبی میشن روی این اسری میاد میگن فلان چیزو بریز دور. همچین چیزی نیست توی بازارهای مالی. شما اینو یاد بگیر دیگه، نیازی نیست بری خط و خطوط بکشی و ضررده باشی. اصلا به این چیزا نیست. شما هر سبکی رو انتخاب کنید ضرر توش وجود داره. این مشخصه، این مسلمه. بازار دست من و شما نیست حرکت کردنش. ما میایم فقط تحلیل میکنیم و تحلیل کردن 60% مواقع جواب میده، 40% مواقع تو حالت بالانس بخوایم در نظر بگیریم، وگرنه شما به مثلا به 80% مواقع هم با بعضی از استراتژی‌ها میرسی. ولی اصل اصولش، چیزی که شما میتونید بهش پایبند باشی، 60 به 40. 60 شما تو بازار سود میکنی و 40 ضرر میکنی و حتی اگر بریسی به این که مثلا سودات بشه 30% و ضررهات حتی بشه 70%، این یعنی دیگه مزخرف‌ترین استراتژی و بی‌دقتی محض. این یعنی این. ولی شما اگر مدیریت سرمایه رو توش رعایت بکنی، همون هم میتونه براینده تو رو مثبت بکنه. خیلی ها، یعنی فکر کن شما سودت کلا 30%، یعنی فکر کن اگه 10 تا معامله باز بکنی 3 تاش فقط سودده میشه و 7 تاش ضررده میشه. شما تو این مورد اگر مدیریت سرمایه رعایت بکنی موفق میشی. پس دیگه این چیزا رو بذارید دور، بچسبید به اینکه مدیریت سرمایه رو یاد بگیرید که من خودم بهتون یاد میدم. خیالتون تخت، نزدیکیم، داریم میرسیم بهش. این دوره داره تموم میشه دیگه، آخراشه داره تموم میشه و میرسیم به مدیریت سرمایه و شما میتونید بعد از اون دوره برید تمرین بکنید. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها بازم بپرس. کامنت بذارید وقتی میخواد سابسکرایب کنید. قبل از اینکه سابسکرایب کنید یه خورده توی چنل فعال بشید لطفاً. یعنی کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، ویدیو رو مثلا نصفه نزنید بره اینطورا که سابسکرایبتون نپره. سابسکرایبتون به این صورت میپره اگر فعالیتی توی چنل نداشته باشید. پس حتما اول یه فعالیت ریزی داشته باشید که یوتیوب شما رو بات نشناسه و شما رو جزو سابسکرایب ها بشناسه. من الان خیلی سابسکرایب هم نسبت به چیزی که باید باشه کمه. یعنی خیلی اومدن سابسکرایب کردن ولی سابسکرایبشون حساب نشده چون فعالیتشون تو یوتیوب کم بوده. پس حتما این کار رو انجام بدید. دمتون گرم، خیلی عشقید. تا ویدیو دیگه، بدرود.